خرید جدید بارسا میگوید بیدارم کنید، فکر کنم هنوز خوابم. شاخ و شانه‌کشی خرید جدید ریال برای لامین یامال. لحظه به لحظه با پنجره نقل و انتقالات داغ اروپا، تابستان داغ 2025 ادامه دارد. نه ریال نه چلسی، 4 تیم صعود کرده به جام جهانی 2029. جنجال برای مسی به خاطر طعنه ماسکرانو به حریف. منچستر سیتی بارسلونا و یونایتد را به زیر کشید. جدیدترین شانس های توپ طلای 2025 از نگاه اسکور 90. حالا آنها قدر پدری را میدانند. حل مشکلات مالی بارسا با کمک کشور جنگ زده. سلام به یک ویدیوی دیگر از ورزش پلاس خوش آمدید. رونی بردخشی پدیده سوئدی که به بارسلونا پیوسته در اولین مصاحبه خود میگوید هنوز باورش نمیشود پیراهن بارسا را به تن دارد. رونی بردخشی 19 ساله از روز دوشنبه رسما بازیکن بارسلونا است. بردخشی امروز برای اولین بار با رسانه رسمی باشگاه صحبت کرد. او میگوید آنقدر خوشحال است که در تمام عمرش اینقدر خوشحال نبوده و هنوز باورش نمیشود که پیراهن بارسلونا را به تن دارد. رونی میگوید از وقتی خودش را شناخته و تازه راه رفتن یاد گرفته بوده شیفته بارسا بوده و رویای پوشیدن پیراهن این تیم را بر سر داشت. پدیده 19 ساله سوئدی به سایت رسمی بارسا گفت نمیتوانم برای توضیح دادن احساسم کلمه پیدا کنم. احساس میکنم هنوز خوابم. کاش یکی به من سیلی بزند تا مطمئن بشوم خواب نیستم و واقعا پیراهن بارسا را پوشیدم. بردخشی که پیش از بارسا پیراهن اف سی کوپنهاگن را به تن میکرد در ادامه درباره سبک فوتبالش گفت من بازیکنی هستم که دوست دارم توپ را دائما در اختیار داشته باشم. با حمله توپ راحتم. بیشتر در پست وینگر راست بازی کردم و دریبل زدن و شوت به دروازه را دوست دارم. او در ادامه درباره آینده‌اش در باشگاه بارسا گفت من حالا به تیم دوم بارسا پیوستم و میخواهم آرام آرام جلو بروم و در تیم اول هم دقایق بازی کنم. این نقطه شروع رویای بزرگم خواهد بود. بارسا اعلام کرده رونی بردخشی در طور پیشفصل تابستانی به همراه تیم اول باشگاه به سفر خواهد رفت. او احتمالاً فرصت حضور در بازی‌های دوستانه را خواهد داشت. فرصتی بزرگ که رونی باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کند. شاخ و شانه‌کشی خرید جدید ریال برای لامین یامال. آلوارو کارراس مدافع سابق بنفیکا در جریان معرفی‌اش به عنوان بازیکن جدید ریال درباره لامین یامال نیز صحبت کرد. از او درباره عملکرد درخشانش مقابل بارسا در فصل گذشته به ویژه رویش با لامین یامال سوال شد. او گفت من از توانایی‌هایم آگاهم و میدانم چی کاری از دستم برمی‌آید. قبلا با او روبرو شدم و آماده بودم و میدانم چطور باید با چنین استعدادهایی برخورد کرد، آنها را مهار کرد. او افزود که همیشه سعی می‌کند با آرامش و ثبات بازی کند و به فشارها و آمارها بی‌توجه است، زیرا فصل تنها به یک مسابقه خلاصه نمی‌شود. او می‌تواند یامال را در فصل بعد مهار کند و این چالشی برای بارسلونا خواهد بود. تابستان داغ 2025 ادامه دارد. پنجره نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا در تابستان 2025 به مراحل حساس خود رسید و تنور داغ شایعات و انتقال‌های بزرگ بیش از هر زمان دیگری شعله‌ور شده است. برای اطلاع از آخرین شایعات و انتقال‌های داغ دنیای فوتبال تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. باشگاه‌های منچستر یونایتد و میلان هر دو علاقه جدی به جذب پرویز استوپینان مدافع اکوادوری برایتون دارند. یونایتد تاکنون با نماینده این بازیکن گفتگوهایی داشته اما هنوز پیشنهاد رسمی برای برایتون ارائه نکرده است. با این حال گفته می شود برایتون آمادگی فروش این مدافع چپ را دارد. رسمی اتلتیکو مادرید اعلام کرد که با باشگاه برزیلی بوتافاگو بر سر انتقال تییاگو آلمادا به توافق رسید. این ملی پوش آرژانتینی نیم فصل دوم فصل گذشته را به طور قرضی برای باشگاه فرانسوی لیون بازی کرده بود. بر اساس گزارش‌ها باشگاه یوونتوس در آستانه توافق نهایی با پورتو برای جذب فرانسیسکو کونسیسائو به صورت دائمی قرار دارد. این موضوع باعث شده که احتمال انتقال جیدون سانچو ستاره منچستر یونایتد به ورزشگاه آلیانز تورین با تردید مواجه شود، چرا که یووه ممکن است دیگر نیازی به جذب یک وینگر دیگر نداشته باشد.
باشگاه منچستر یونایتد اقدام جدی برای جذب امیلیانو مارتینز انجام داده و مذاکرات با استون ویلا در حال حاضر آغاز شده است. دروازه‌بان آرژانتینی که درخشش قابل توجهی در سالهای اخیر داشته، حالا در آستانه یک انتقال بزرگ به اولترافورد قرار گرفته است. باشگاه اینتر در حال بررسی احتمال جذب ژائو پالینیا است. از سوی دیگر بایر مونیخ نیز برای فروش این هافک پرتغالی آماده مذاکره است و گفته می شود مبلغی در حدود 25 تا 30 میلیون یورو می تواند برای انجام این انتقال کافی باشد. باشگاه بایر مونیخ چشم به جذب رودریگو دوخته است و آماده است پیشنهاد 100 میلیون یورویی برای این ونگر برزیلی ارائه دهد. با این حال هر گونه انتقال احتمالی ممکن است به وضعیت لوئیس دیاز و لیورپول بستگی داشته باشد، چرا که لیورپول نیز به جذب رودریگو علاقه‌مند است و در صورت جذب دیاز ممکن است برای جذب ستاره رئال مادرید اقدام کند. باشگاه لیورپول به صورت رسمی با نیوکاسل وارد مذاکره شده تا شرایط جذب الکساندر ایساک را در تابستان امسال بررسی کند. اگرچه هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نشده، اما لیورپول و مدیران نیوکاسل اعلام کرده که برای این انتقال حاضر است مبلغی در حدود 150 میلیون یورو بپردازد. با این حال نیوکاسل تمایلی به فروش این مهاجم سوئدی خود ندارد و در تلاش است تا او را برای فصل آینده حفظ کند. با گزارش یکیب باشگاه پی اس جی قصد دارد در این تابستان در بازار نقل و انتقالات خریدهای قابل توجهی انجام بدهد. با این حال پست دروازه‌بانی در اولویت خریدهای پاریسی ها قرار ندارد مگر اینکه جان لویجی دوناروما به طور غیر منتظره از این تیم جدا شود. دوناروما هنوز با باشگاه بر سر تمدید قرارداد به توافق نرسیده و این موضوع باعث شده منچستر یونایتد وضعیت او را از نزدیک زیر نظر بگیرد. در مقابل گزارش ها حاکی از آن است که چلسی از تلاش برای جذب دروازه‌بان ایتالیایی صرف نظر کرده است. باشگاه بایر مونیخ پیشنهاد رسمی به ارزش 67.5 میلیون یورو برای جذب لوئیس دیاز ارائه داده است که بلافاصله از سوی لیورپول رد شده است. این ونگر کلمبیایی تمایل خود را برای ترک آنفیلد اعلام کرده، اما لیورپول برای صدور رضایتنامه او مبلغی در حدود 100 میلیون یورو تعیین کرده است. باشگاه گالااتاسرای به صورت رسمی برای توافق شخصی با ادرسون دروازه‌بان برزیلی منچستر سیتی وارد عمل شده است. این بازیکن نیز در صورت تامین خواسته های مالیش آمادگی دارد تا با انتقال به باشگاه ترکیه موافقت کند. جام جهانی باشگاه‌های 2025 به پایان رسید، اما برنامه فیفا برای دوره بعدی برای 4 سال بعد ادامه دارد و چهره 4 تیم صعود کننده از حالا مشخص شده است. چلسی با شکست پی اس جی در فینال اولین قهرمانی فرمت جدید این تورنمنت شد و تا 4 سال آینده نشان قهرمانی را روی پیراهن خود خواهد کرد. با این حال چلسی برای حضور در جام جهانی باشگاه‌های 2029 تضمینی ندارد و باید مانند دیگر تیم‌ها برای کسب سهمیه رقابت کند. این تورنمنت هنوز میزبانش مشخص نشده، مانند دوره قبلی 32 تیم خواهد داشت، اما فیفا در نظر دارد تعداد تیم‌ها را به 48 یا حتی 49 افزایش دهد تا غیبت تیم‌های بزرگ مانند بارسلونا و لیورپول تکرار نشود. تاکنون 4 تیم برای 2029 تایید شدند. الاهلی عربستان اولین صعود کننده بود که با قهرمانی تاریخی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل کوازاکی ژاپن سهمیه کسب کرد. پی اس جی قهرمان لیگ قهرمانان 2025 دیگر تیمی تایید شده است که پس از شکست در فینال امسال جام جهانی باشگاه‌ها مقابل چلسی و دنبال جبران در 2029 خواهد بود. پر امید مصر نیز با غلبه بر مالمودی سانداوس آفریقای جنوبی در فینال دو دیدار لیگ قهرمانان آفریقا سهمیه 2029 را به دست آورد و شانس مالمودی را گرفت. در نهایت کروزازول مکزیک با برتری 5-0 مقابل ونکوور وایت در فینال کنکاف چهارمین تیم تایید شده است. این تیم به دنبال بهبودی عملکرد مونتری دیگر نماینده مکزیک است که در 2025 تا مرحله 8 نهایی پیش رفت. با احتمال میزبانی آمریکا، قطر با اتحاد مراکش، اسپانیا و پرتغال برای 2029 فیفا به دنبال افزایش تعداد تیم‌ها و جلوگیری از غیبت بزرگان است. چلسی قهرمان فعلی باید مانند دیگران برای حضور در این رقابت بجنگد. جنجال برای مسی به خاطر طعنه ماسکرانو به حریف. صحبت‌های سرمربی اینتر میامی درباره اف سی سنسیناتی هواداران این تیم را خشمگین کرده است. صحبت‌هایی که درباره تقابل‌های مسی و سنسیناتی مطرح شده بود. اینتر میامی فردا شب در لیگ MLS باید به خانه اف سی سنسیناتی به مدیان برود. خاویر ماسکرانو سرمربی اینتر میامی در آستانه این مسابقه با لحن طعنه‌آمیز درباره رابطه مسی و سنسیناتی صحبت کرد.
سنسیناتی یک از تیم‌های آمریکایی است که مسی از زمانی پیوستن به اینتر میامی در بازی‌هایی که مقابلش انجام داده موفق به گلزنی نشده است. وقتی این سوال از ماسکرونو پرسیده شد، او با لحن طعنه‌آمیز گفت: بله خب، مسی خیلی انگیزه دارد چون تا حالا جلوی سنسیناتی گل نزده است. ماسکرونو در حالی که از چهرهش مشخص بود که در حال طعنه زدن و حتی شاید تمسخر کردن حریف است، گفت: همه مسی را میشناسیم. من امیدوارم فردا این ناکامی تمام شود و او بتواند با گل نزدنهایش به سنسیناتی پایان دهد. سرمربی اینتر میامی در ادامه سعی کرد کمی از باری طعنه‌آمیز بودن صحبت‌های خود بکاهد و گفت: همه می‌دانیم که مسی چرا بازیکنی بزرگ است. او دوست دارد همیشه در هر مسابقه چالش داشته باشد و حتی اگر چالش واقعی نباشد خودش این چالش را برای خودش می‌سازد. با این حال هواداران سنسیناتی از صحبت‌های ماسکرونو خشمگین شده و او را به تمسخر کردن تیمشان متهم کرده است. از زمان ورود مسی به فوتبال آمریکا او با پیراهن اینتر میامی تا کنون 4 بار مقابل سنسیناتی قرار گرفته است. مسی در 2 بازی از این 4 بازی در زمین حضور داشته ولی موفق به گلزنی نشده است. منچستر سیتی، بارسا و یونایتد را به زیر کشید. منچستر سیتی با قرارداد 1 میلیارد دلاری با پوما در فهرست گرانترین قراردادهای اسپانسری تاریخ فوتبال از رقبای بزرگ خود پیشی گرفت. امضای قرارداد جدید بین منچستر سیتی و پوما به ارزش 1 میلیارد دلار با حساب‌های گسترده‌ای داشته است. این برند ورزشی آلمانی در یک بازه زمانی 10 ساله بیش از 1 میلیارد دلار به سیتیزن‌ها خواهد پرداخت. چنین مبلغ نجومی که تاکنون در تاریخ فوتبال سابقه نداشته است. پیش از این حریف همشهری سیتی، منچستر یونایتد در فهرست بهترین قراردادهای اسپانسری تاریخ در رتبه دوم قرار داشت و بارسلونا با اختلاف اندک در رتبه سوم ایستاده بود. اما سیتی امروز از بارسا و یونایتد پیشی گرفت و به صدر رفت. تنها باشگاهی که جلوتر از منچستر سیتی در صدر فهرست قرار دارد رئال مادرید است. مبلغ سالانه دریافتی رئال از اسپانسرهایش 260 میلیون یورو و منچستر سیتی با 212.5 میلیون یورو سالانه در رتبه دوم قرار دارد. رئال مادرید هر ساله از آدیداس 120 میلیون یورو دریافت می‌کند. جدیدترین شانس‌های توپ طلای 2025 از نگاه اسکور 90. حالا آنها قدر پدری را می‌دانند. رسانه اسکور 90 بروز رسانه جدید از شانس‌های کسبی توپ طلای 2025 تا ماه جولای ارائه کرده که تغییرات قابل توجهی در این رده‌بندی اتفاق افتاده است. با توجه به شکست PSG در فینال جام جهانی باشگاه‌های جهان، دوباره رسانه‌ها از جدی شدن شانس لامین یامال صحبت می‌کنند. این لیست به این ترتیب است: 1 عثمان دمبله، 2 لامین یامال، 3 پدری گونزالز، 4 کیلیان امباپه و 5 محمد صلاح. به نظر شما چه کسی این فصل برنده توپ طلا خواهد شد؟ لامین یامال یا عثمان دمبله؟ حل مشکلات مالی بارسا با کمک کشور جنگ زده. بارسلونا در حال امضای قرارداد 44 میلیون یورویی با جمهوری دموکراتیک کنگو است تا اسم این کشور بر پشت پیراهن تمرین بارسا نوشته شود. بارسلونا که با وجود وعده‌های متعدد خوان لاپورتا تا این لحظه نتوانسته مشکلات مالی خود را تا حد زیادی حل و فصل کند که شامل قانون یک شده و به بازار نقل و انتقالات برگردد، حالا برای مشکلات خود راه حل قطعی پیدا کرده است. راه حلی که در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد: دریافت منابع مالی از کشور جنگ زده و فقیر. موندو دیپورتیو اعلام کرد که بارسا به زودی قراردادی با دولت جمهوری دموکراتیک کنگو امضا می‌کند. به موجب این قرارداد بارسا 44 میلیون یورو دریافت می‌کند تا 4 سال آینده نام جمهوری دموکراتیک کنگو بر پشت پیراهن تمرینی بارسا نوشته شود. وزیر ورزش این کشور آفریقایی چند هفته‌ای است که مشغول مذاکره با خوان لاپورتا است. بارسا بعد از امضای این قرارداد دومین باشگاهی است که نام کشور کنگو را بر روی پیراهن خود خواهد داشت. چند روز پیش باشگاه موناکو هم قرارداد مشابهی با این کشور امضا کرده بود. بارسا به این 44 میلیون یورو نیازی مبرم دارد و بعد از آن با خیال راحت به قانون یک برمیگردد. مشکلات مالی با فرپولی مالی باعث شد که بارسلونا در مهمترین هدف تابستانی خود یعنی جذب نیکو ویلیامز ناکام بماند. ستاره اسپانیایی از بارسا تضمین می‌خواست که بعد از امضای قرارداد برای ثبت قرارداد او مشکل پیش نیاید و زمانی که بارسا چنین تضمینی نداد، نیکو قراردادش را با بیلبائو تمدید کرد. سپاسگزارم که تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.